سلام بچه‌ها، سپید نوربخش هستم، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی. توی این ویدیو میخوام در ارتباط با چند تا کانسپت که فکر می‌کنم هر فیزیولوژیست ورزشی باید بلد باشه صحبت کنم. اول از اونها تویچه، بعد بریم به سمت تتنس یا تتانوس یا همون گزاز عضلانی و در نهایت در ارتباط با انواع دو نوع سامیشن وجود داره، در ارتباط با اونها صحبت می‌کنیم. خب بچه‌ها، اولین مفهومی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم مفهوم تویچه. تویچ به چی میگن؟ تویچ به انقباض یک ماسل فایبر توسط یک تحریک عصبی رو میگن تویچ. یه نگاه داخل این اسلاید بندازین. ماسل فایبر کجاست؟ اینه. کل این میشه ماسل فایبر. درسته؟ این قسمت. حالا هر یک دونه ماسل فایبر که توسط یک تحریک عصبی انقباض پیدا کنه رو میگیم تویچ. تویچ معمولا کلان خیلی ضعیفه. در واقع شما دارید یک ماسل فایبر رو انقباض میدین و این خیلی ضعیفه، هیچ کاری انجام نمیشه. خب برای اینکه بخوایم نیرو رو افزایش بدیم، اینجا هم نوشتم چند تا تویچ باید کنار هم گدر بشن، به هم اضافه بشن تا بتونیم اینجا مالتیپل هم اشتباه نوشتم، مالتیپل، تا یه نیروی بزرگتر ایجاد بشه. خب دو حالت وجود داره. یا اینکه میشه تحریک توسط یعنی مثلا با تناوب زیاد روی یک ماسل فایبر انجام بشه که بهش میگن فرکانسی سامیشن، یعنی جمع‌زنی فرکانسی با تناوب دار. پس دوباره میگم دو جور وجود داره. ما اینجا به انقباض هر ماسل فایبر توسط یک تحریک میگن تویچ، اما تویچ خیلی ضعیفه. برای اینکه قوی بشه، یعنی ما یه انقباض قوی داشته باشیم، دو تا کار عضله میکنه. یا میاد یک ماسل فایبر رو با تناوب پشت سر هم منقبض میکنه که بتونیم نیروی بیشتر تولید بکنیم که بهش میگن فرکانسی سامیشن. یا میاد چند تا ماسل فایبر رو به صورت ناهمزمان simultaneously کانترکت میکنه که بهش میگن مالتیپل فایبر سامیشن، یعنی جمع‌زنی چند تا ماسل فایبر. خب حالا بریم یکم داخل دیتیل توی جزئیات در ارتباط با فرکانسی سامیشن. فرکانسی سامیشن گفتیم چیه؟ گفتیم که یک ماسل فایبر به صورت با های فرکانسی به صورت متناوب پشت سر هم منقبض میشه که بهش میگیم فرکانسی سامیشن. سامیشن جمع، فرکانسی یعنی تناوب، جمع تناوب ها پشت سر هم یه تیکه چیز انجام میشه، یک ماسل کانترکت میشه. خب تمام چیزی که میخوام بگم توی این اسلایده. ببین بچه‌ها، هر کدوم از اینا این قله ها که رفتن بالا یه تویچ بهشون میگن. گفتیم تویچ یعنی اینکه یک ماسل فایبر توسط یه تحریک عصبی کانترکت بشه، منقبض بشه، میشه یه تویچ. این یه تویچه. تویچ هر کدوم از خود تویچ ها سه تا فاز دارن. یکی لیتنت که میشه به فارسی میشه فاز نهفته، فاز خفته، کانترکشن که میشه فازی که داخلش انقباض انجام میشه و بعدش ریلکسیشن. خب توی فاز خفته چه اتفاقی میفته؟ یه دیلیه برای یک چی میگن تأخیری از زمانی که اکشن پتانسیال به ماسل میرسه تا زمانی که ماسل منقبض میشه. اینو کامل داخل ویدیوی قبل توضیح دادم. اگه ندیدید حتما برید ببینید، چون اگه نبینید ما نمیدونید اصلا ما داریم در مورد چی حرف میزنیم. من حتی جلوتر میخوام یه صحبت دیگه بکنم که اگه ندونید کلا از دستتون این رشته ویدیو کلا از دست میره. بعد حتما باید قبلش رو برید ببینید. بنابراین فاز خفته زمانی که اکشن پتانسیال به عضله میرسه، اما یه دیلی، یه تأخیری تا اینکه اکشن پتانسیال عضله جواب بده کانترکت انجام شه. کانترکشن هم که خودش معلومه، فازی که داخلش انقباض انجام شده. ریلکسیشن زمانیه که ببینید اینو بعد حتما برید ویدیو قبل رو ببینید. ریلکسیشن زمانی که کلسیم برمیگرده رتیکولوم سارکوپلاس و تروپونین برمیگرده سر جای اصلیش تا ما دوباره انقباض تموم میشه. اما یه مسئله وجود داره. اکشن پتانسیال که به سمت مغز میره و از طرف مغز برمیگرده به عضله میگه که منقبض شو، چیزی در حدود فکر می‌کنم 1 میلی سکند تا 100 میلی سکند بیشتر طول نمیکشه. اما تویچ یعنی هر انقباض که توسط عضله دریافت میشه و منقبض میشه چیزی در حدود 25 تا 200 میلی سکنده. فرکانسی سامیشن اینجا هست که میگه آقا اکشن پتانسیال خیلی سریع میگه که منقبض شو و عضله 25 تا 200 میلی سکند نیاز داره تا منقبض بشه. این زمانا نمیخوره، اون خیلی سریعه ولی ماسل یکم تاخیر داره. ببینید این سبزا رو خودم کشیدم، منظورم اکشن پتانسیال. یک اکشن پتانسیال یه دونه است. الان اینا رو 3 تا قله‌ام، منم 3 تا کشیدم. اولی میاد یک اکشن پتانسیال انجام میشه، اما هنوز تو فاز این کانترکت میمونه. نگاه کنید هنوز پایین نیومده درست حسابی که دومی میاد، هنوز داره میره بالا کانترکت، هنوز درست حسابی ریلکس نشده که سومی میاد. ببینید اینا خودش این پیکا میشن کانترکشن، میاد پایین میشه ریلکسیشن دیگه. مثل اینا 3 تا ولی پشت سر هم.
سومی نیومده یکی دیگه هم یه تحریک عصبی دیگه هم میاد، سومی پشت سرش انجام میشه. اینا انقدر زیاد میشن تا یه جایی این کامپلیت تتنس ایجاد میکنن، یعنی کوزاز هنوز کامل نشده، تا یه جایی که انقدر اینا پشت سر هم میان که کاملا ببینید کامپلیت تتانس، یعنی دقیقاً یه فلات ایجاد میکنن و توی این حالت بدن میمونه. چیزی که مهمه بدونید اینه که تتنس یا کوزاز با کرامپ و گرفتگی فرق کنه. تتنس اصلا طبیعی نیست، اصلا تو بدن نباید ایجاد بشه، بر اساس یه باکتری هم ایجاد میشد. خب تئوری پشت سرش چیه؟ وقتی که اینا پشت سر هم اتفاق میفتن، کلسیم وقت نمیکنه برگرده به رتیکول سارکوپلاست و تروپونین هم وقت نمیکنه برگرده سر جای خودش، بنابراین اینا پشت سر هم اتفاق میفتن و توی این حالت میشه کوزاز یا تتنس. این هم یه عکس دیگه است، صرفا برای اینکه بهتر بفهمید. محور X داره تایم نشون میده و محور Y داره تنش نشون میده. نگاه کنید تایم همینطور داره میره جلو، ولی توی تایم کم پشت سر هم داره تنش ایجاد میشه. خب گفتیم که یه حالت دیگه هم وجود داره برای اینکه فورس بیشتر بشه روی تویچ ما. گفتیم یا میتونیم یک ماسل با فرکانسی بالا یا اینکه چندین ماسل فایبر به صورت ناهمزمان تحریک عصبی بهشون برسه که میگیم مالتیپل فایبر سامیشن، یعنی چند تا فایبر جمع زنی بشن. در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد اینا حرف میزنیم. اگه چند تا پشت سر هم، چند تا با هم بهشون عصب رسانی بشه، میشه مالتیپل فایبر سامیشن. خب نگاه کنید بچه‌ها، هر موتور یونیت، هر موتور نورون، هر نورون حرکتی به چند تا موتور یونیت، به چند تا واحد حرکتی عصب دهی میکنه. حالا دو تا مفهوم هست که حتما باید به عنوان فیزیولوژیست ورزشی بلد باشید. یکی مفهوم قانون سایز و یکی هم قانون آسینکرونایز اکتیویشن، یعنی فعالسازی ناهمزمان. سایز پرینسیپل خیلی مهمه برای هر فیزیولوژیست ورزشی. چرا؟ چون قرار در مورد چی صحبت کنه؟ یه جوری ربط پیدا میکنه به نوع تارای عضلانی که میگفتیم. دیدیم تایپ 1 اسلو تویچ، پس فهمیدید این اسلو با اون تویچ که الان صحبت میکنیم یکیه. فست تویچ، اون یکی هم که میشد خیلی فست، دیگه اصلا گلیکولیتیک بود، کاملا روی گلوکوز بود. بنابراین این دو تا مفهوم میان داخل سامیشن مالتیپل فایبر. حالا چی میگن؟ میگیم که هر موتور یونیت، هر موتور نورون، هر نورون حرکتی داره چند تا موتور حرکتی رو، درست گفتم؟ هر موتور، هر یونیت، هر نورون، هر نورون حرکتی چند تا واحد حرکتی رو عصب دهی میکنه. حالا سایز پرینسیپل چی میگه؟ میگه ما اگر بخوایم این مداد رو بلند کنیم، اونقدر انرژی نیاز نداریم که اگه قرار مثلا یه چیز سنگین بلند کنم، مثلا یه وزن 20 کیلویی. بنابراین سایز پرینسیپل چی میگه؟ میگه ما اول میایم بر اساس نیرویی که درخواست میکنه، یعنی مثلا عضله درخواست خودش رو ارسال میکنه به مغز تشخیص میده و ارسال میکنه به سیستم نخاع و نخاع میاد میگه که مثلا ما اینقدر نیرو نیاز داریم، اینقدر نیرو برای بلند کردن این. و خب چیزی که وجود داره اینه که همیشه حتی که ما نیروی زیادی هم بخوایم، اول ماسل تایپ های نوع اسلو فراخوانی میشن. بنابراین توی این نوع جمع زنی باید بدونید که اول بنا به اینکه مثلا ما کارمون کم یا زیاده میاد، مثلا به جای اینکه موتور مثلا یهو به همه عضلات عصب دهی کنه، میاد اول چون استیمولیتش تحریک کمه، بنابراین واحدهای کمی رو هم فراخوانی میکنه که مثلا اینو بلند کنیم. وقتی که یواش یواش مثلا کار ما بیشتر میشه، واحدهای بزرگتری رو هم فراخوانی، مثلا میخوایم وزن 90 کیلویی برداریم، واحدهای بزرگتری رو هم فراخوانی میکنه که این کار انجام بده. این میشه سایز پرینسیپل، قانون سایز که خیلی مهمه. قانون بعدی آسینکرونایز اکتیویشن. آسینکرونایز اکتیویشن چی میگه؟ میگه اگه من قراره این مدادو مثلا برای 20 دقیقه اینجوری نگه دارم، توی کل این 20 دقیقه تماما اینجوری نیست که اگه 3 تا ماسل فایبر هم داره عصب دهی میشه، همون 3 تا عصب دهی بشه. به صورت خیلی آلترنیت و این حرکت اینقدر اسموث، خیلی صاف و آروم انجام میشه که اصلا من متوجهش نمیشم. من متوجه نمیشم مثلا الان عضلات کف دستم اینو گرفته، اینجوری نیست که دقیقاً ماسل فایبرایی که داره استفاده میشه همون 3 تا بمونه برای 20 دقیقه. خیلی آروم اینا با هم آلترنیت هی دارن عوض میشن. اینا میشه قانون آسینکرونایز اکتیویشن، یعنی اکتیویشن ناهمزمان. اینکه اگر ما یه چیزی میگیریم، همیشه تا 20 دقیقه دیگه 3 تا دقیقاً یا 4 تا یا 5 تا، حالا هر چقدر که فراخوانی کرده، رو اون 4 تا 5 تا هی عصب دهی نمیشه. بعد حرکت میکنه به یه 4 5 تا دیگه، به 4 5 تا ماسل فایبر دیگه چیز میشه، عصب دهی میشه. این تمام بحث امروزمون بود.
یه کویک ریویو داشته باشیم، یه ریویو خیلی سریع. اول اومدیم گفتیم مثلا قرار ماسل فایبر، هی ما میگیم ماسل فایبر داریم در مورد کی حرف میزنیم؟ داریم در مورد این حرف میزنیم. گفتیم هر ماسل از چند فاسیکل تشکیل شده، هر فاسیکل از چند ماسل فایبر و هر ماسل فایبر از چندی مایو فیبریل، که گفتیم برید حتما دیگه قبل ببینید مایو فیبریلا در موردش صحبت کردیم، گفتیم کوچکترین واحد انقباض توی میوفیبریلا، اما چند تا میوفیبریل میشه ماسل فایبر. ما داریم در مورد ماسل فایبر صحبت میکنیم و گفتیم که هر یک ماسل فایبر که توسط یک عصب تحریک بشه میگیم تویچ. اما تویچ فکر کنم خیلی این ضعیفه، یعنی این یه جزء خیلی کوچیک، بعدش باید فاسیکل تحریک بشه، بعدش باید که برسه بالاخره به ماسل. خب که مثلا ما یه ماسل بخوایم تکون بدیم، یه دونه مثلا تحریک بشه، چه اتفاقی قرار بیفته؟ هیچ، خیلی ضعیفه. بنابراین باید چیکار بشه؟ باید چند تا تویچ به هم دیگه اد بشن، کنار هم نزدیک بشن. خب چطور این تویچ ها میتونن کنار هم اد بشن؟ گفتیم دو حالت داره، یا اینکه یک ماسل فایبر توی فرکانسی بالا پشت سر هم تحریک بشه که میشه فرکانسی سامیشن، یا اینکه چند تا ماسل فایبر به صورت ناهمزمان بهشون اکتیو بشن، تحریک بشن در واقع، که بهش میگیم مالتیپل فایبر سامیشن. بعد گفتیم فرکانسی سامیشن این حالته، یعنی مثلا شما یک تویچ انقدر پشت سر هم میچسبن به هم دیگه، به هم وصل میشن تا یک حالت کوزاز ایجاد میکنن. چرا؟ چون بعدا وقت نمیکنه کلسیم وقت نمیکنه برگرده به ریتیکولوم سارکوپلاست، تروپونین هم وقت نمیکنه برگرده سر جای خودش. و اینکه گفتیم ولی مالتیپل فایبر سامیشن گفتیم هر موتور نورون چندین موتور یونیت رو داره عصب دهی میکنه و دو تا قانون وجود داره، یکی سایز، قانون سایز، یکی هم اکتیویشن ناهمزمان، قانون سایز. گفتیم بر اساس میزان تحریک کم باشه عضلات کمی هم ماسل فایبرهای کمی هم فراخوانی میشن، تحریک زیاد باشه ماسل فایبرهای زیادی هم فراخوانی میشن. پس این اصل سایز خیلی مهمه و اول تا آخر حتی اگه من میخوام یهویی وزن 90 کیلو بلند کنم، بازم اولش ماسل فایبرهای کم یواش یواش با هم دیگه زیاد میشن. و اینکه گفتیم قانون دوم هم اکتیویشن ناهمزمان بود. چرا وقتی ما یه وسیله رو میگیریم برای مثلا نیم ساعت فقط دقیقاً یه ماسل فایبر نیست، بلکه به صورت آلترنیت اینا با هم هی تغییر میکنن و سویچ میشن و عوض میشن. ولی این حرکت انقدر آروم انجام میشه که اصلا ما متوجه نمیشیم. فکر می‌کنم هر چیزی که مربوط به این ویدیو بود و گفتم. امیدوارم براتون یوزفول بوده باشه، استفاده کرده باشین، شاد و بریف باشین.